بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه. برادرای عزیز و خواهرای گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم همتان صحتمند باشین. در هفته گذشته یا در جلسه قبلی ما و شما یک مقدمه را در مورد شمولیت دین اسلام صحبت کردیم و همچنان صحبت کردیم که اسلام طوری که نظام اقتصادی داره، نظام سیاسی داره، نظام اجتماعی داره. اسلام هم عقیده است، هم اخلاق است، هم نظام فردی داره، هم نظام اجتماعی داره. یک دین کامل برای بشریت فرستاده شده تا امور دنیا و امور آخرتشان را تنظیم کند، تا امور دنیا خود را تنظیم نماید و باعث سرفرازی و باعث سربلندی دنیا و خوشبختی آخرتشان شود. اقتصاد را تعریف کردیم در لغت و اصطلاح، همچنان نصوص قرآنی را به حیث منبع اول نظام اقتصادی اسلام خدمتتان عرض کردم. احادیث را که اشاره به امور اقتصادی میکرد خدمتتان عرض کردیم و همچنان خدمتتان عرض کردیم که رابطه اسلام با اقتصاد چیست، رابطه مستقیم و غیر مستقیم، و همچنان در اخیر معرفی نظامهای مروج در دنیا که بحث ناتکمیل بوده، چون گنجانیده نمیشد که در آن جلسه با تمام آن بحث بپردازیم، پس لازم میدانیم که آن بحث را تکمیل نماییم. اما قبل از او که به معرفی نظامها و نقد آنها، نقد نظامهای غیر اسلامی اقتصادی و بیان اصول آنها، گرچه هفته گذشته اشاره مختصری را در مورد آنها داشتیم، قبل از این باید بعضی اصطلاحات مالی یا بعضی اصطلاحات که مربوط به اقتصاد می شود خدمتتان عرض کنیم. اول مالیه. مالیه یعنی چی را میگم؟ مالیه خراج است که از اشخاص و شرکت ها از طرف حکومت مطابق قانون برای تأمین مصارف عمومی گرفته میشه. یعنی امو فعلا که تکس برشان گفته میشه، مالیه برشان گفته میشه، این از شرکت ها و از اشخاص گرفته میشه، اما پس جای مصرفش برای منفعت عامه، مصلحت عامه، برای رعیت و تا منفعتش و مصلحتش بر عموم ملت و بر رعیت و افراد در رفاه و زندگی خوبتر اقتصادی، خدمات عامه برای آنها مصرف می شود. این را میگم مالیه که در امروز برشان تکس هم گفته میشه. احتکار. احتکار چی را میگه؟ در احتکار به معنای خریدن یک شی، بخصوص مواد غذایی، در وقت و معین و فروختن آن در وقت ما بعد به غرض استفاده از تغییرات قیمت یعنی معنا که یک چیزی را در ارزانی میخری و آن را نگاه میکنی تا که به قیمت بالاتر فروخته شود، گرچه در همان وقت مردم هم به اون نیاز می داشته باشه اما نمی پروشد تا دو چند و سه چند از آن استفاده شود. یا به معنای دیگر احتکار عبارت از جمع‌آوری مواد اولیه که معمولا یا اکثریتش اوقات مواد غذایی می باشه، از بازار خریداری و ذخیره نمودن آن به خاطر بلند بردن قیمت. این معنای احتکار بوده. ارزش چی را میگه؟ هم یک اصطلاح اقتصادی است. ارزش به سه معنا ذکر شده. مراد از ارزش مفیدیت یا مطلوبیت یک جنس نزد یک فرد مشخص. یک چیز نزد او مطلوب باشه، برشان به ارزش قائل می باشه. یا به معنای عادلانه بودن قیمت، یا به معنای مبادله نیز ذکر شده. این سه معنای ارزش است. تورم پولی یا انفلاسیون چی را میگه؟ این هم یک موضوع اقتصادی است که مسئولین اقتصاد ما
پنجه اقتصاد ما خوبتر ایره میفهمه. به این معناست که صعود، یک صعود در سطح عمومی قیمت وقتی که با وقوع میپیوندند که پول داخل دوران به نسبت به مقدار اموال عرضه شده زیادتر باشه. یعنی مو ورته د پیسو پرسوب هم وایو. په دې معنی باندې چې پیسې په نسبتا هغه اموال چې په بازار کې دي دغونه د پیسو موجودیت زیات وي، د پیسو ارزښت ورځې ته بل رقم شوی وي. یا به این معنا که یا وقتی که اعتماد عامه به پول ملی از بین رفته و مردم پول را به امتعه تبدیل نماید، جنس میگیره، پول را میگیره یا طلا میخره یا چیزای دیگه میخره، میفهمه که ارزش پولی وقتا فوقتا پایین میآید. دیفلاسیون چی را میگه؟ یعنی انقباض پولی. این را هم گفته میشه چی معنا؟ نزول در سطح عمومی قیمت ها که مقدار پول نسبت به مقدار اجناس و خدمات عرضه شده کمتر باشه. اقتصاد آزاد چی را میگه؟ که حکومت هیچ گونه دخالت در امور تولید و توزیع نداره که مربوط بشه ای به نظام اقتصادی سرمایه‌داری که قبلا هم و شما اشاره کردیم و بعدا هم انشاءالله آن را خدمتتان عرض میکنیم. و همچنان کنترل بر آن نداشته باشه، حکومت کنترل به بازار نداشته باشه، یک آزادی مطلق. بازار آزاد که خرید و فروش در آن آزادانه بدون کدام قید و شرط صورت میگیره. اینه میگه بازار آزاد که فعلا هم در افغانستان رایج است. رشد اقتصادی یعنی چی؟ رشد اقتصادی افزایش عاید ملی، تولید ملی طی مدت طولانی. ببینید رشد اقتصادی به این معنی که هم عواید ملی اضافه شو و هم تولید ملی داشته باشه، تمام نیازمندی های یک کشور خودش کشور تولید بکنه و در یک مدت طولانی و عاجلانه نه. و امیدوار هستیم که افغانستان هم رو به رشد اقتصادی باشه و فعلا ما بسیار در حالت قرار داریم که هیچ چیزی از خود تولید نداریم، از به خصوص از مواد اولیه. تقاضا چی رو میگه؟ در لغت به معنای خواستن، تمایل به خرید اموال. این رو میگه تقاضا. ببینید تقاضا عرضه. عرضه چی رو میگه؟ اجناس و خدمات تقدیم شدن به فروشندگان. اون یک فابریکه هستن، چیزهای را تولید میکنه، آن را به بازار عرضه میکنه. تقاضی معنا که مردم آن را میخره و علاقمندان و شایقینش میباشه. این بود بعض اصطلاحات که مربوط به اقتصاد میشه و خدمتتان عرض کردیم. در هفته گذشته در جلسه قبلی خدمتتان عرض کرده بودیم در مورد نظام‌های اقتصادی صحبت کرده بودیم که نظام کاپیتالیسم و نظام سوسیالیسم یا کمونیسم و همچنان نظام اقتصادی اسلام. اما در این جلسه به طور تفصیل صحبت میکنیم. نظام سرمایه‌داری یا کاپیتالیسم اساس این مکتب که به نام آزادی اقتصادی هم یاد می شود. مکتب آزادی اقتصادی یا فکر آزادی اقتصادی یا طرز تفکر آزادی اقتصادی این مربوط میشه به کی؟ مربوط میشه به نظام سرمایه‌داری، نظام اقتصادی سرمایه‌داری یا کاپیتالیسم. قبل از مکتب آزادی اقتصادی نظریه مکتب سوداگران بود که بر تجارت خارجی که دولت متصدی آن بود بنا یافته بود، ولی مکتب آزادی اقتصادی بر آزادی اقتصاد تأکید می نمود که مهمترین اصول این مکتب خدمتتان عرض می کنیم. اولی است که یکی از اصول مهم نظام اقتصادی است که زندگی اقتصادی تابع یک نظام طبیعی آزاد باشه. نظام طبیعی آزاد، کسی دخالت نمی داشته باشه. دولت در فعالیت‌های اقتصادی مصروف نباشه، افراد کار انجام میده. دومی که از علوم دیگر جدا گردد، به شکل مجرد باید درک شود. یعنی این معنی که
علم اقتصاد باید یا فعالیت‌های اقتصادی باید از علوم دیگر جدا شود و با هم دخالت نداشته باشه و یک طرز تفکر علیحده می داشته باشه. سوم، زراعت مصدر حقیقی ثروت میدانه و همچنان منفعت شخصی انگیزه معاصر برای کار و کسب میداند. منفعت شخصی میگه این انگیزه معاصر برای کسب و کار میباشه. به این معنی که هر کسی که بخواه که اقتصاد خود را رشد بکنه، آنها باید خودش یک انگیزه داشته باشه و تا فعالیت‌های اقتصادی را انجام بده و همچنان بین منافع عمومی و خصوصی تعارض وجود نداره. آنها میگه که میان منافع عمومی و منافع خصوصی هیچ نوع تناقض و تعارض وجود نداره. نظام سرمایه‌داری یا کاپیتالیسم در اثر تطبیق مبادئ مکتب اقتصادی و سوداگری، تجارت و صنعت در اروپا پیشرفت نمود. یعنی این سرچشمه‌اش از کجا گرفته؟ از اروپا صورت گرفته که قبلا هم صحبت کردیم که آدم سمیت از جمله مؤسسین این نظام بوده. و این طبقه به نام سرمایه‌داران نامیده می شدند و نظام آنها به نام نظام سرمایه‌داری شهرت پیدا کرد. نظام سرمایه‌داری نظامی است که آزادی در تمام عرصه ها، در تمام فعالیت های اقتصادی را خواهان می باشد. تملک، مصرف و یا تولید. یعنی آزادی در ملکیت، آزادی در مصرف، آزادی در تولید. هیچ نوع قید و شرطی در آن نمی باشد. اصول و یا امی بنیادهای نظام سرمایه‌داری یا کاپیتالیسم چیست؟ هفته گذشته یک سری اصل را ذکر کرده بودم، اما حالا به تفصیل می رویم. حق فرد در ملکیت شخصی که انسان شخصا از آن استفاده می نماید و یا اشیاء مختلف و نوع برای مصارف دیگران مثل ماشینالات. این حق فرد است، از او استفاده کامل کرده میتونه، آزادی داره. حق آزادی در عمل، در فعالیت اقتصادی که منفعت و ضرر به خود آنها راجع می شود. سوم، منفعت شخص و انگیزه در عمل، به این معنا که منفعت شخصی یگانه انگیزه است که مردم را وادار به معاملات می سازد. منفعت شخصی از یک شخص، از یک فرد، این منفعت شخصی میگه انگیزه اصلی در فعالیت اقتصادی می باشد. انسان را وادار می سازد که برای خود کار بکنه، فعالیت اقتصادی داشته باشه، منفعتش مربوط میشه. رقابت بین افراد، این اصل چهارمش است یا بنیاد چهارمش است. یگانه سید است که نمیگذارد تا مردم از سرحد، یگانه بند است که نمیگذارد که مردم از سرحد اقتصاد آزاد تجاوز نماید. توازن و اعتدال را برقرار نگاه می‌دارد و به معیاری بودن قیمت‌ها تأثیر دارد. یعنی تلاش میکنه که میان افراد، کسانی که با هم فعالیت‌های اقتصادی داره، یک رقابت میان آنها وجود داشته باشد. پنجم، عدم مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی افراد. یعنی دولت مداخله نمیکنه که فلانی شرکت، فلانی فرد، فلانی مؤسسه چی را تولید میکنه و چیزی را چه قسم مصرف میکنه، برای آنها حق مداخله به خود نمیدهد. میایم این نظام را نقد میکنیم و به این معنا که چی مشکلات و چی تأثیرات منفی سرمایه‌داری بالای جامعه می باشه. برای افراد عام نظام سرمایه‌داری چی تأثیرات منفی میگذارد؟
اولین بزرگترین نقطه منفی بر ملت و بر رعیت و بر افراد عامه این است که احتکار بزرگ به وجود میاد. ما و شما در افغانستان نمیبینیم. گاهی که ضرورت میباشد از زمستان قیمت گاز کجا میروه؟ 70 80 تا 100 میرسه. این کار کی انجام میدهد؟ امو بازار آزاد، نظام سرمایه داری، احتکار. دمی فعلا در کرونا آرد کجا رسید؟ هیچ سرحد بسته نیست، اما آرد از 1400 و 1300 به 2000 و 2100 رسید. احتکار، گروه بندی و اتفاق سرمایه داران تشکیل می شود. ببینین اتحادیه سرمایه داران، اتاقهای تجارت و گپ‌های دیگه این به وجود میاد. هر قسم با هم به خاطر منافع شخصی خود اتفاق میکنه که چیزی را باید کمتر از این نفروشیم، این را با بازار کمتر ارزش ها تا مردم برشان نیازمندی های زیاد داشته باشن. یعنی به نرخ خودشان اتفاق میکنه، خودش نرخ ها را بالا میبره و خودش نرخ ها را پایین میبره. افزایش شگاپی طبقه بندی، یعنی درز، یعنی دی طبقو ترمنز یو درز او یو نوع فاصله را منځته کوي. دزدیدن افکار مصرف کنندگان، تشویق و تبلیغ برای خریدن اجناس غیر ضروری. تشویق میکنه، اعلانات از تلویزیون، ایرا بخرین ایرا نخرین، ای طور هستن، یعنی مردم را به چیزهای تجملاتی غیر ضروری تشویق میکنه، چیزهای نو صادر میکنه با کمی تفاوت، همون چیز باشه، اما یک کسی را وادار میکنه که این چیزهایی که در خانه نمیداشته باشه، اما چیزهای تجملی دیگر میخرن. تشویق میکنه آنها به خاطر منافع شخصی خود. روی آوردن به تولید کالاهای تجملی و بالاخره در اختیار گرفتن قیمتها. قیمتها خودشان را در چی میکنه؟ در اختیار میگیره. هر قسم که علاقمند باشه آن را پیش میبره. خب دوم ای بود، یعنی نقد نظام سرمایه داری و این تأثیرات منفیش بالای جامعه بود. اما نظام سوسیالیسم و هفته گذشته تعریف کرده بودم، بار دیگه هم مختصرا تعریف میکنیم تا به یادتان بیاید و همچنان مبادئ و اصولشان خدمتتان عرض میکنیم و همچنان آن را نقد میکنیم. سوسیالیسم در قرن 18 میلادی ظهور کرد که خواستار چرا؟ هدفشان چی بوده؟ خواستار جابجا نمودن منفعت و مصلحت جامعه یعنی حکومت با جای مصلحت فرد بوده و خواستار مداخله دولت در امور کلی اقتصادی، برعکس نظام کاپیتالیسم. یعنی در نظام سوسیالیسم دولت و حکومت از الف تا یا با افراد، یعنی در هر فعالیت اقتصادی افراد آنها مداخله میکنند. تعریف سوسیالیسم از کلمه سوسیال گرفته شده به معنای اجتماع. سوسیال یعنی اجتماع و اشتراکیت، الاشتراکیه هم برشان میگه در عربی. از شرکت گرفته شده، یعنی شرکت اجتماعی در تمام وسایل تولید. این بود معنای لغویش. و در اصطلاح سوسیالیسم عبارت از نظام است که ملکیت تمام وسایل تولید مانند زمین، ببینید ملکیت تمام وسایل تولید، وسایلی که تولید به بار میاره، چیزهای را تولید میکنه مانند زمین، کارخانه ها، شرکت های بزرگ، ماشینالات، همش در اختیار کی میباشن؟ در اختیار دولت، در اختیار دولت میباشن، برعکس نظام کاپیتالیسم. و همچنان تصامیم اقتصادی از طریق یک ارگان واحدی مرکزی صورت میگیره که از طرف حکومت میباشد و گفتم که این برخلاف نظام های اقتصادی کاپیتالیسم. میایم به موضوع دیگه که از تعریف فوق ذکر سوسیالیسم دو نقطه بسیار بسیار مهم به دست ما میاره. اول، تمام وسایل تولید در اختیار کی میباشه؟ در اختیار دولت. زمین در اختیار دولت میباشه، فابریکه های بزرگ در اختیار دولت میباشه، شرکت های بزرگ در اختیار دولت میباشه
و دیگه که تمام تصامیم اقتصادی از طریق یک ارگان پلانگذاری واحد مرکزی که عبارت از دولت است اتخاذ میکنه. بعضی فیلسوفا و همچنان بعضی دوستا، بعضی کسانی هستند که این نظام را بسیار زیاد نقد کرده، از جمله ناصر مکارم شیرازی میگه که بهشت خیالی کمونیسم، یعنی برای انسان ها یک بهشت خیالی میسازه. ما و شما در افغانستان هم میره داشت میگه کور کالی روڑی، یعنی معنی چه در خانه با که خانم براتان دولت میته، نانم براتان دولت میته و لباسم براتان دولت میته. این در حقیقت این چیز برای مردم نداد و بالاخره انسان های را به نهایت به فقر. ما و شما بینیم که در روسیه و اتحاد شوروی از زمین نظام کمونیستی اقتصادی چقدر اقتصادشان فرو آمدن و بالاخره بسیار به بحران مواجه شدند و همچنان در حقیقت ابتکارات اقتصادی در میان انسان ها آن را میکشد. دکتر محمد الخطیب یک اقتصاددان مسلمان است، میگه که اساسات سوسیالیسم در 7 نکته خلاصه شده. یکیش است که وسایل تولید ملکیت اجتماعی باشه، درآمد ملی باید به اساس عدالت اجتماعی، سهم به اساس سهم فرد باید توزیع شود و همچنان باید هدف از تولید رفع نیازمندی های اجتماع نه از افراد. اقتصاد ملی به اساس پلان های عمومی استوار می باشه، سلب آزادی فرد هیچ نوع آزادی نمی داشته باشه و الغای تعداد از روابط اجتماعی. چی معنی؟ یعنی میراث نیست، هبه نیست، وصیت نیست، این چیزا لغو کرده ان و بالاخره انکار از دین. این نظام سوسیالیسم یا نظام اقتصادی کمونیسم چی پیامدهای منفی و سلبی بالای جامعه می داشته باشه؟ اول، از بین بردن آزادی فرد را از بین میبره، ابتکار فرد را از بین میبره، فعالیت فردی را از بین میبره. یک کسی که این انگیزه نداشته باشه که اقتصاد خودشان رشد بکنه، کی فعالیت اقتصادی را انجام میدهد؟ از بین بردن انگیزه فعالیت ها اقتصادی از بین میبره. سوم، ملکیت فردی را جز در برخی از وسایل زراعت یا نگهداری تعداد از حیوانات اجازه دیگر نمیدهد. در طول تاریخ سوسیالیسم به زور توپنگ حکومت دیکتاتوری نمودند. هر جا به زور توپنگ کار کردند، از روی منطق، از روی تعقل کار نگرفتند. دولت های سوسیالیستی نتوانستند در میدان عمل اهداف خود را به دست بیاورند و عدم ساحه تطبیقی که مقتضای ایثار است. یعنی این یک شعار از کورکالی داره، اما در حقیقت امو اهدافی که برای طرز فکر خود وضع کردن هرگز آن را به دست نآورده اند. دشمنی با دین میکنه. مارکس گفته که دین افیون ملت هاست و بالاخره فساد اخلاقی و اجتماعی با وجود میآید. این 7 اصول نظام چی بوده؟ ببخشید. و این 7 سلبیات نظام سوسیالیسم یا نظام کمونیسم بالای جامعه و بالای افراد عامه می باشد. شناخت مکتب اقتصادی اسلام، مبادئ و اصول آنها رفته گذشته هم مختصرا صحبت کردیم، اما حالا به تفصیل می رویم. در نظام اقتصادی یا مکتب اقتصادی اسلام مالک هر چیز الله می باشد و ما چنین تعریف میکنم این مکتب را که اقتصاد اسلامی عبارت از علم است که فعالیت های اقتصاد بشر را طبق اصول اسلامی تنظیم می کند. فعالیت های اقتصاد بشر را طبق قواعد شریعت تنظیمش می کند. و هفته گذشته هم خدمتتان عرض کرده بودم که یعنی عاید و مصرف، فعالیت، توزیع، تولید همش در چارچوب شریعت اسلامی آن را توزیع میکنه. مالک ببینن که این تعریف 2 بخش برای ما میدهد. 2 بخش ثابت میشه از این تعریف. یکیش اصول و ضوابط عمومی که از قرآن و حدیث استخراج شده است
و این اصول قرار ظاهر است. مالک حقیقی هر چیز الله است. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. چیزهایی که در دست ما هستن ما مالکشان نیستیم، ما خودم از خود نیستیم، چگونه مالک یک چیز باشیم؟ مالک واقعی هر چیز الله متعال است. ولله ملک السماوات و الارض. آنچی در زمین و آسمان است برای الله است. دومی که مصارف زندگی به اندازه حد کفایت مسئولیت حکومت است که برای مردم ارائه بکنه. مفهوم آیت کریمه است که کفار مردم را بر طعام دادن فقیران ترغیب نمیکنن. یعنی اسلام تشویق میکنه و حکومت را مکلف میسازه که در مصارف زندگی با حد کفایت برای افراد فقیر و بیچاره زندگی برشان اقتصادی تا یک حد برشان فراهم کنه و مشکلاتشان حل بکنه، یا با فعالیت‌های اقتصادی یا از بیت المال یا زمینه سازی کار، یعنی مکلفیت دولت در نظام اقتصادی اسلام. در حدیث شریف است که مردم ناتوان نزد من بیاید، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده که مردم ناتوان نزد من بیاید، یعنی من به صفت رئیس دولت، به صفت سرپرست و کفیل آنها می باشه. چه معنی؟ یعنی من برشان چیزی را میدهم از بیت المال. اصل پیاده نمودن عدالت اجتماعی و حفظ توازن اقتصادی میان افراد جامعه. الله متعال همه آیات ها که در مورد نظام اقتصادی اسلام ما را راهنمایی میکنه، آنجا عدالت اجتماعی بیان شده. ما که نظام زکات داریم، نظام صدقات داریم، نظام هبه داریم، نظام میراث داریم، نظام وقف داریم، این همش به اساس پیاده نمودن عدالت اجتماعی و حفظ توازن اقتصادی بین افراد جامعه. در سوره حشر آمده ترجمه آیات کریمه است که مال یعنی سرمایه دستگردان میان توانگران از شما نباشد و نه زکات و صدقات برای عدالت اجتماعی است. چهارم اصل ملکیت دوگانه به طور مساوی، یعنی ملکیت عمومی و ملکیت خصوصی. ملکیت عمومی و ملکیت خصوصی مراد از ملکیت عمومی ملکیت اجتماع و دولت می باشه و مراد از ملکیت خصوصی ملکیت افراد می باشه. اسلام در مورد ملکیت با دو نظام کاپیتالیستی و سوسیالیسم اختلاف ریشه‌ای دارد، چرا ملکیت اجتماعی را جز در صورت استثنایی نمیپذیرد و نظام سوسیالیستی به ملکیت اجتماعی اعتراف میکند، اما اقتصاد اسلامی هر دو ملکیت را قبول دارد، یعنی هم ملکیت فردی را و هم ملکیت اجتماعی را، هر دوی آنها را میپذیرد. ملکیت خصوصی یعنی چی؟ معنای ملکیت خصوصی، فقها و حقوقدانان میگوید که یک چیزی که به فرد اختصاص داشته باشه. این موتر ملکیت خصوصی توست، این خانه ملکیت خصوصی توست، این پیسه ملکیت خصوصی توست که تنها وی از آن منفعت میگیرد. در قرآن کریم آیه 32 سوره نساء الله متعال میفرماید که للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، یعنی مردا برای مردان بهره از آن حاصل کردن و زنان نیست. حدیثی است که پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم فرموده اند که کسی که به خاطر دفاع از مال خود کشته شود شهید است. یعنی چی معنی؟ کسی که در دفاع از ملکیت خود، از مال خود. اما معنای ملکیت عمومی چی؟ ما قبلا صحبت کردیم که کاپیتالیسم به ملکیت عمومی باور نداره، یعنی آزادی فردی را مطلقا اجازه میده و برعکس نظام سوسیالیسم برعکس آنها می باشه. اما اسلام هر دوی آنها را احترام میکنند. ملکیت عمومی که منافع آن به تمام مردم برمیگردد، مثل بیت المال و دیگر موارد عامه. رسول صلی الله علیه و سلم فرموده اند مسلمانان در 3 چیز شریکند. آب، همه مردم در آب شریک است. گیا و آتش، همه مسلمان ها در آن شریک می باشند. اصل آزادی اقتصادی وجود داره. آزادی و اقتصادی هم در اسلام هم وجود داره، اما توأم با یک سلسله قیود و محدودیت هایی که اسلام آن را به خاطر
منافع کلی مردم آن را وضع کرده. اسلام منافع نامشروع توسط احتکار، ظلم، غصب، اختناق ای جایز نمیدانه، برخلاف نظام سرمایه‌داری که برای فرد آزادی مطلق قائل است و به طور مثال هنگامی که افراد ملکیت را از راه‌های غیر مشروع به دست می‌آورد، حکومت حق مداخله را دارد در نظام سیاسی، در نظام اقتصادی اسلام. بنابراین شریعت برای فرد اجازه می‌دهد ملکیت را به دست بیاورد در چارچوب شریعت و تعداد از حقوقدانان مالی بالایشان لازم می‌سازد و تعداد از حقوق مالی بالایشان لازم می‌شود. ببینید کسی که چیزی بیاره او باید زکات بپردازه، او باید عشر بپردازه، او باید حق فقیر را فراموش نکنه. و همچنان اصل رشد اقتصادی اسلام اجازه میده که هر فرد طبق چارچوب شریعت اسلامی رشد بکنه اقتصادشان و اصل اعتدال در مصرف می باشه. میانروی در مصرف، مبذرین، کسی که اسراف میکنه آن را اسلام اجازه نمیده. ملکیت مجازی در دست انسان است، مالک حقیقی الله متعال می باشه. و اصل اقتصاد عقیدوی که ما در تولید هم به اساس عقیده بعضی چیزا ما نشدیم، از تولید شراب، وسایل زنا، وسایل چیزای دیگه. و اصل اقتصاد اخلاقی که امانتداری در معامله، وفا به عهد، پیمان، اعتدال، منع غش و فریب، این همه اصول نظام اقتصادی اسلام می باشه. جزاکم الله خیرا. شماره واتساپ ما هستند 0787 856 و 855. اگر شما در این رابطه کدام سوالی داشته باشین در واتساپ تماس بگیرین، در خدمت شما هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.